سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: افزایش بی‌پیشینی قیمت میوه‌های افغانستان در بازار پاکستان، داد و ستد تجاری افغانستان با بیشتر از 80 کشور دنیا و کشته شدن یک قماندان مهم گروه داعش خراسان در پنجاب پاکستان. امروز دوشنبه 26 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. پس از بسته شدن راه‌های تجاری پاکستان با افغانستان، قیمت میوه‌های کشور که به پاکستان صادر می‌شدند به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی در حال حاضر یک سیر انار 8400 کالدار و یک سیر انگور 7000 کالدار در بازارهای پاکستان به فروش می‌رسد. فروشندگان و خریداران در پاکستان از افزایش بی‌پیشینی قیمت میوه‌ها و سبزیجات پس از بسته شدن راه‌های تجاری این کشور با افغانستان ابراز نگرانی عمیق می‌کنند. چندی پیش رهبر حکومت افغانستان اعلام کرد که وابستگی تجاری با پاکستان را کاهش می‌دهد و به تاجران و صنعتکاران افغان نیز هدایت داده است تا هرچه عاجل‌تر راه‌های بدیل تجارت با پاکستان را جستجو کنند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین المللی ابوحنیفه رحمه الله گفته که افغانستان در حال حاضر با 80 کشور دنیا داد و ستد تجاری دارد. آقای عزیزی افزوده که تحرک اقتصادی که امروز در افغانستان به وجود آمده است هرگز متوقف نخواهد شد. وزیر صنعت و تجارت در اشاره به بندر چابهار گفت توافقی که میان مقام‌های افغانستان و ایران شده است این بندر به یک راه ترانزیتی مناسب مبدل می شود. با گفته نورالدین عزیزی اراده‌ای که میان افغانستان و ایران وجود دارد می خواهیم راه‌های ترانزیتی چابهار و میلک را به یک راه بین المللی و دهلیز زمینی ریلی مبدل سازیم. منسوبین کشف و استخبارات کندک سوم پیاده لیوای سوم قلوردوی 313 مرکزی در ولسوالی خاکجبار کابل یک انبار پنهان و قدیمی راکت روسی BM-21 را کشف کردند. وزارت دفاع ملی میگوید که 18 فر راکت BM-21 و 31 سرگلوله از این انبار به دست آمده است. و در اخیر این که افراد مسلح ناشناس یکی از قماندان‌های مهم شاخه خراسان گروه داعش به نام برهان و مشهور به زید را در شهر اخترآباد ایالت پنجاب پاکستان کشتند. او یکی از قماندان‌های کلیدی گروه داعش خراسان بود که در برخی فعالیت‌های مخرب در زون شرق افغانستان نیز دست داشته است. گفتنی است که چند پیش یکی از اعضای مهم دیگر گروه داعش در پیشاور کشته شده بود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.